زارت مامان جان خسته نباشی. حیف است نکش اینقدر بلکه خداره. زارت اون شورت صورتی هم زدی که حیف میل کردی همه. شورتش که معلوم نیست که اون صورتی بود، من میدانستم. زارت تیرم تموم شد. فرمانده گفته همه بیاین به خط بشین. بذار زنده بگیریمشان، نکش حیفه. خب دشمن فردا قراره به همون حمله کنه. برید بخوابید، خوب استراحت کنید که فردا دهنشون رو چیز کنیم. سرویس جان. قربان لشکر پیادی دشمن داره میاد، ولی نمیدونم چرا همشون لنگون دارن میان. کجا بودی؟ من دیشب شبکاری داشتم، شبیچون زده بودم به دشمن. به 7 روش سامورایی باشن جنگیدم. نگفتی نقشمون لو میره؟ بانم جان دشمن دیگه آزاد است دیگه. خواب بودن نفهمیدن. پس حواستون باشه که حمله میکنیم. جان بریم چال دشمن یه ذره بکنیم. چی؟ گفتم بریم چال دشمن یه سره کنیم. آها حالا که دشمن عقبه خودش از دست داده، برید همشون از بین ببرید. دشمن زنده شد، 3 تا هم اسیر گرفتیم. این چه 2 تاست که؟ چرا یکی از اسیرا کمه؟ اینجاست قربان. هی میخواست فرار کند گذاشتم گرفتمش. هی میخواست فرار کند من گذاشتم گرفتمش. الانم از خستگی دیگه نای فرار کردن نداره. فرار کن. نه بس به خدا دیگه نمیتونم بیشتر از این.